سلام رفقا. امروز میخوایم داستان هیجان انگیز فیلم Avengers Doomsday رو مرور کنیم. این فیلم یکی از بزرگترین تهدیدهایی که انتقامجویان تا حالا دیدن رو نشون میده و یه نقطه تاریک داره. تونی استارک خودش تبدیل به تهدید شده. پس راحت بشین و آماده بشین برای یه ماجرای پر از اکشن و هیجان. همون ابتدا اتفاقی میفته که همه رو شوکه میکنه. بعد از وقایع اندگیم، تونی استارک تلاش میکنه با هوش مصنوعی و تکنولوژی پیشرفته دنیا رو امن‌تر کنه. ولی یه خطای عجیب موقع استفاده از دستکش و تغییر واقعیت باعث میشه ذهن و توانایی‌هاش با یک زره پیشرفته ترکیب بشه و تونی کم کم تبدیل به دکتر دوم میشه. تصور کن تونی تو برج شخصی خودش وایساده، انرژی سبز و عجیب از زرهش ساطع میشه و با لحنی سرد میگه من میخواستم دنیا رو نجات بدم، اما حالا هیچ کس نمیتونه جلوی من وایسه. حالا تهدید اصلی که مشخصه، تونی تاریک شده، قدرتش به حدی رسیده که حتی انتقامجویان هم آمادش نبودن. انتقامجویان متوجه تهدید میشن و اعضای قدیمی و جدید دور هم جمع میشن. استیو، ثور، فالکون و آنتیمن همگی در شوک هستند و تلاش میکنن بفهمن چطور تونی تبدیل به دوم شده. استیو با نگرانی میگه این تونی نیست، این نسخه‌ایه که هیچ وقت نمیخواستیم ببینیم. ثور هم اضافه میکنه اگه کنترلش رو از دست داده باشه کل دنیا در خطره و فقط ما میتونیم جلوش وایسیم. استیو و انتقامجویان وارد عمل میشن و سعی میکنن با تونی حرف بزنن. تونی با صدای رباتیک و سرد میگه من تونیم، ولی من قدرتی دارم که هیچ کس نمیتونه مقابلم وایسه. استیو با بغض جواب میده تونی ما میدونیم هنوز تو وجود داری، بیا با هم دنیا رو نجات بدیم، نه تهدیدش کنیم. تونی میخواد با کمک فرانکلین ریچاردز دنیا ها رو نابود کنه. اینجا شخصیت‌های جدید از فانتاستیک فور و زن نامرئی 4 شگفت انگیز هم وارد میشن تا کمک کنن. تصویر، رعد و برق، انفجارها، انرژی سبز از زره تونی، صدای فریاد و هیاهو، همه جا حس میشه که دنیا داره به هم میریزه. در نهایت تونی تاریک متوقف میشه اما نمیمیره و مشخص میشه که همچنان تهدید بزرگی در آینده خواهد بود. زمین آروم میشه ولی آثار تخریب هنوز مونده. انتقامجویان نفس عمیق میکشن و میدونن که تهدیدهای بزرگتر هنوز در راهه. استیو با لحنی امیدوار میگه ما هنوز پیروز نشدیم، باید آماده باشیم چون هر پایان یه شروع جدیده. در این ویدیو سعی کردیم نزدیکترین خلاصه با توجه به تیزرها و گفته ها بیرون بدیم. لایک و ساب یادتون نره، منتظر اومدن این فیلم جذاب هستیم.